گوش دادین؟ میخوام قبل از اینکه اتفاقی برام بیفته کل داستان زندگیمو و این ماجرا رو براتون تعریف کنم. قبل فروردین ماه بود و رفیق صمیمیم با هم تماس گرفت. گفت عزیزم یه خواهشی ازت دارم، میتونی برام انجامش بدی؟ گفتم آره، چرا که نه. چی شده؟ گفت من با بابا و مامانم میخوام امشب برم خرید و دوست پسرم خیلی عصبانیه و اجازه نمیده. امکانش هست تو باهاش صحبت کنی، بگی مریم امشب پیش منه، حالش خوب نیست، نمیتونه جوابتو بده، مریض احواله. گفتم آره، چرا که نه، رفیقمه دیگه. گفتم اوکی. و اون شب گذشت و من به دوست پسرش گفتم حالش اوکی نیست، پیش منه. اوکی شد، میگم بهتون زنگ بزن. و شد فردا، دیدم دوست پسرش مجدد پشت هم زنگ پیام. جواب دادم چی شده؟ گفته چرا خطش خاموشه، چرا جواب منو نمیده؟ گفتم نه بابا، خطش خاموش نیست و اینا. گفتم اجازه بده خودم بهش زنگ بزنم. زنگ زدم به دوستم و تماسی که گرفتم متوجه شدم که خطش خاموشه. تماس گرفتم با خونشون، مامانش جوابم داد. گفتم خاله مریم کجاست، چرا خطش خاموشه، نگرانش شدم و اینا. میدونی بهم چی گفت رفتن خرید. گفتم خرید؟ باشه پس اومد بگو با هم تماس بگیم. گفت اوکی. قبل اینکه خداحافظی کنم میدونی بهم چی گفت خاله چرا دیشب نیومدی، تو رفیق صمیمیشی، تو باید بودی. گفتم کجا خاله؟ گفت مراسم دیگه، مگه نمیدونی دیشب عقد مریم بود. و اونجا متوجه شدم که ایشون همزمان با 2 نفر تو رابطه بود. و اینجا شد که من درگیر سرنوشت تلخ و شوم شدم و دوست دارم ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم، ولی چون طولانی میشه تو ویدیوی بعدی ادامهش رو براتون میذارم و دوست دارم کسی دیگه اینو تجربه نکنه و چطوری میشه یه دختر سرحال قبرا به همچین دختر افسرده‌ای تبدیل بشه. بریم ما هم ببینیم ادامه ماجرا. فالو کنید. من 5 سال برای پیجم زحمت کشیدم و آخرین تیرشون هم این بوده که بعد این همه بلایی که سرم آوردن پیجم هم زدن و از دسترس خارج شده و دوباره دارم شروع میکنم. مرسی که حمایت هم میکنم. بریم برای پارت بعدی.